انگورها رو همونطور که از بازار گرفتید نشسته وارد دبه میکنید. بعد انگورها رو همونطور با خوشه بریزید بره. حالا بیاد ببینید به چه راحتی میخوایم خوشه ها و چوب ها رو در بیاریم. انگور له شده رو باید بریزیم داخل دبه. بعدش درش رو بذارید. درش هم نیاز نیست ببندید، فقط یه چیزی روش باشه که از گرد و غبار جلوگیری کنه. خب تا 4 روز هر 12 ساعت یک بار باید این ملات هم بخوره. یعنی تخمیر ما تو همین 12 ساعت اول شروع شده. روز 4 و ما میخوایم تفاله شراب رو ازش جدا کنیم و فقط تو این مرحله خونه زندگیتون کاملا به گند کشیده میشه. به این صورت از 13 کیلو انگور این مقدار به من تفاله داد. الان باید دوباره این آب انگورا رو تو همون دبه اصلیمونه بریزیم. یه مقدار میخوام شیره انگور بهش بزنم و رنگش هم چون هم رنگینه مشکلی برای ما پیش نمیاد. الان وقتشه که در شرابو کامل ببندیم. این بار دیگه محکم میبندیم، دیگه هم زدن نیاز نیست، بذارید به حال خودش بمونه. من حدود 19 روز صبر کردم تا امروز بتونم این شراب رو سیفون کنم و به بطری انتقال بدم. به زلال شفاف. حدود 10 لیتر شراب گرفتیم از 13 و حالا نیم کیلو انگور. سلامتی شما رفقای گل که تا الان صبر کردید و ویدیو رو تماشا کردید.